سلام علیکم دوستانی عزیز، برادرانی ارجمند و همه گرامیانی که بنده را در شبکه ما همیشه پیروی میکنید و از حرف های ساده ولی صمیمانه ما میشنوید. برای همگی شما امروز اولین روزی ماه شریف رمضان را تبریک و تهنیت میگویم. ماه رمضان، ماهی که ماه سازندگی انسانیت کامل و تجدید شخصیت و ایمان و تقوا و پرهیزگاری برای هر یک انسان، مخصوصا انسان‌های مسلمان است. ماه شریف رمضان که برای مردم مسلمان ماهی سعادت، ماهی رحمت، ماهی مغفرت، برکت و ماهی رهایی یافتن از آتش دوزخ نامیده می شود. یک ماهی است که انسان ها در این ماه، مخصوصا انسان های مسلمان در این ماه، به فرق از ماه های دیگر بیشتر به همدیگر محبت می کنند و بیشتر در راه بندگی و اطاعت پروردگار یکتا کمر می بندند، صداقت می ورزند. این ماه ماهی پاک کردن قلب هاست، کینه ها هم هست. این ماه ماهی شستن مغزها، فکرها از اون تصورات و فهمش‌ها و تفکرات منفی و اندیشه های ناسازگار است. این ماه ماهی است که نظرها باید نیک شوند. این ماه ماهی است که قلب ها باید پاک شوند. این ماه ماهی است که زبان ها باید خوش شوند. این ماه ماهی است که حرف ها باید شیرین تر شوند. این ماه ماهی است که شنوایی های ما بیشتر و بهتر شود در حرف های خوب. این ماه ماهی است که فکرها باید سازنده تر شوند. این ماه ماهی است که ایمان باید تجدید شود. این ماه ماهی است که تقوا باید بیفزاید. این ماه ماهی است که انسان کامل، مؤمن صادق برای خودسازی و برای بهتر گشتن تقوا و ایمانش و شخصیتش تلاش می‌ورزد. تمنای آن را کنیم که این ماه برای همگی ما تنها ماه رحمت و مغفرت و برکت و نجات از آتش دوزخ نباشد، بلکه تمام عمر، تمام زندگیمان مثل رمضان باشد. یعنی همه لحظه های زندگیمان را با همین هدف، با همین آرزو، با همین مقصد و با همین راه و اصول پیش بریم، پس سر کنیم. تمنای آن را کنیم که سراپا زندگی ما رمضانی باشد. خدا در این راه همگی ما را توفیق و سعادت و سربلندی را نصیب گرداند. دوستان عزیز، بار دیگر فرا رسیدن و اولین روز ماه شریف رمضان را برای همگیتان مبارک باد میگویم. این پیام را برای همه عزیزانی، برای همه دوستان، برای همه آنهایی که بنده را میشنوند، میبینند، میفهمند ارسال میکنم. همگیتان
برای همگی دیگران پیام های تبریکاتی خود را برسانید و در حق همدیگر همیشه دعاهای نیک و خواهش های خیر هم داشته باشید. باز هم رمضان شریف مبارک. خود را احتیاط کنید. خدا نگهداری شما.